برای درآوردن سایز کشو، ببین اگر فرض کنیم که ما اینجا میخوایم 2 تا کشو تو این بذاریم، ضخامت ریل ساچمه‌ای ما هر طرف 13 میلیمتره، ساچمه 3 زمانه ساده 13 میل در ارتفاع تقریبا معمولا 4.5 یا 5. این میاد فرضاً اینجا این یه سمت ریلمون میشه، اینجا یه سمت دیگه هم داریم که میاد این بر. حالا برای ساخت کشو ما این سایز رو باید داشته باشم، تا اینو نه بذار الان دقیقش رو میگم. ببین برای ساخت کشو ما 2 تا دیواره طولی داریم، 2 تا دیواره عرضی. فرضاً اینجا ما کشومون رو میسازیم ارتفاع 15 سانتی. من یه 15 اینجا دارم، یه 15 هم میاد این بر و 16 میل که میشه ضخامت ورق، این هم که میشه. اصولش اینه، ببین این که دقیقاً بدونی چی به چیه، این میشه 50 ما. برای کشو ما سایز اینو میخوایم، اینی که اینجا کشیدم 41. ببین 50 منهای 41 میشه چند؟ 9 سانت. برای کشو فرضاً میخوای کشو به ارتفاع 15 بسازی، سایز ببین ما 2 تا سایز کشو کلا داریم، یکی این تو دهنه است، این 41 است، یکی هم عمق کاره، یعنی فرضاً ریل کشو 50 میخوای بزنی، اون ریلت هم باید 50 باشه حتما، دیواره پهلوت هم 50. حالا برای این کار ببین 50 منهای 41 میشه 9، ولی سایزی که باید شما در بیاری باید بزنی 50 منهای 9 و 2. هر طرف یه میل بادخور حساب میکنی که ریل روون و راحت جا بره. خب اینجا شد چند؟ 48 میل. ما یه 16 میل در 48 میل میکشیم. خب 48 میل در برابر 16 میل. این میشه سایز این قسمت رو. اینم عمقمون 50 بود، میشه 50 باشه. اینم میشه 50 مون. نحوه مونتاژ کشو هم همیشه به این صورته، یعنی اون دقیقاً به همین شکل. ببین سایزایی که ما برای این کشو ارتفاع 15 میخوایم شد 2 تا 50 در 15، یه طول شیار یه طول نوار، بعد 2 تا هم 48 میل در 15. حالا ما سایز فیبر اینو از کجا در میاریم؟ اگه مثلا اینجوری بخوای بکشی مثل من خودم میام یه دونه کادر رو این میکشم، یه 9 میل میام داخل یا 8 میل. این سایزی که اینجا در اومد میشه سایز کشو، سایز فیبر کشو. حالا سایز فیبر کابین چطور در میاد؟ ببین هر کابینی داشتی اینو کامل میکشی. اگر کابین کلا بدش کن، کلا ببین هر کابینی که داشتی همینجوری دقیقاً مثل این کشو 9 میل یا 8 میل میزنی، این میاد داخل. سایزی که آفستی که اون طول مونده میشه سایز فیبر شما، یا این پایینی هم همینطور، هیچ فرق نداره. این هم شد برای ساختن کشو.